سلام به آرافودی عزیز. یه بار دیگه دوباره میخوایم بریم شمال با یکی از بهترین کباب های دنیا به نام کباب ترش. امیدوارم درست کنین و ببینین چرا من گفتم یکی از بهترین کباب های دنیا. و بازم ازتون خیلی ممنونم که برام لایک میکنین، نظرتون رو برام کامنت میذارین و ویدیوهامو سابسکرایب میکنین. مرسی. خب عزیز آرافودی، من برای 400 گرم گوشت فیله گوسفند یک عدد پیاز بزرگ و خلالی میکنم و نمک و فلفل و زردچوبه به اضافه ادویه های معطر مثل فلفل قرمز، پودر سیر، پودر پیاز، پودر زنجبیل و پودر تخم گشنیز و مقداری سماق میریزم روی گوشتام. و اینجا من یک نصف لیوان سبزی خشک معطر دارم و اگه شما دسترسی به سبزی تازه دارین 1000 برابر بهتره. اگه چوچاق و بعد خالواش دسترسی ندارین اشکالی نداره، همون سبزی های معطر مثل شنبلیله، مثل گشنیز، جعفری، ترخون، ریحون و نعنا رو خورد کنین بریزین، عالی میشه. یک لیوانم من گردو دارم و گردو هم نباید خیلی نرم خورد شده باشه. و تقریبا یه نصف لیوانم من رو به انار ترش یا حداقل ملس بریزین، تو رو خدا نرین رو به انار شیرین بریزین چون خرابش میکنه. و یک لیوانم آب لیمو به قول معروف که حالا تازه یا شیشه‌ای روش میریزین. و از آب انار تازه حداقلش ملس رو به ترش باشه. بازم نرین انار شیرین بریزین، خراب میکنه خدای این کبابتونو. این مرینیت میشه، میره یه چند ساعتی تو یخچال میمونه و از شلی اصلا نترسین که چرا اینقدر این کباب آبکیه، چون این گوشت فیله تمام آب انار رو به خودش جذب میکنه و وقتی که میرین کباب کنین میبینین از آب خبری نیست و هرچه مواد کناریش که باقی میمونه میبینین. الان من دارم چه قشنگ این کبابا سرخ میشه و اون مقدار سوسی که کنار گوشت مونده بود با یه قاشق کره تفتش دادم و به این قشنگی اینقدر این سس خوشمزه هست با کته دیگه خدا میدونه. درست کنین و نوش جونتون.